زیر گشنگی هم سیراب و آتش، گر آب این از نان است. دوستان من، ما در حال اینجا جمع شدیم که حاکمیت و مسئولین دانشگاه این تجمع و این مراسم رو غیر قانونی میدونن. من روی سخنم با اونهاست. قانونی که موجود باشد حق من رو نادیده بگیره و حتی تنها موجودیتش برای این باشد که به من لطمه بزنه، نه تنها من این قانون رو نادیده میگیرم بلکه این قانون رو زیر پای خودم له میکنم. روزهایی بود که در محیط جامعه و در محیط دانشگاه صحبت و اعتراض نسبت به سران نظام صحبت از سران نظام بود. تحمل نکردن. سطح مطالبات رسید به اعتراض به شخص رئیس جمهور. تحمل نکردن. شاهد بودیم که اعتراضات نسبت به ریاست دانشگاه و عملکردش بود، اون رو هم تحمل نکردن. من اینجا دوباره برمیگردم به حرف اول و اعتراضات خودم رو به سران نظام اعلام میکنم. من سران نظام رو به فساد سیاسی و فساد اقتصادی متهم میکنم. آیا چرا هر پایه‌های پالیسدار پیگیری نشد؟ چرا باید هزاران بار جای مدعی و جای اون کسی که محکوم میشه عوض میشه؟ آقایونی که در برج ها نشستید و فقط میخواید ما رو سرکوب کنید، بدونید ما آروم نمی‌نشینیم و تا لحظه‌ای که ستمگران وجود دارند در خاک ایران، اونهایی که با ستمگران مبارزه میکنند از قبیل من، دوستان من و شما موجود خواهیم بود و تا به خاک مذلت نشوندن اونها هم از پای نخواهیم ایستاد. شما میبینید در محیط دانشگاه موارد بسیار بسیار اسفباری در شرف وقوع و اتفاق افتاد. در همین کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی یکی دو هفته قبل جلسه‌ای داشت و یکی از نشریات رو توقیف کرد به جرم اینکه به رئیس جمهور توهین کرده و مصداق توهین رو نوشته بودن، چون نوشتن آقای احمدی نژاد دیکتاتوره، توهینه. آقای عزیز، اگه دلت میخواد ما بهت بگیم دموکرات نیستی، دیکتاتوری، دیکتاتور پسندی و میخوای فضای دیکتاتوری رو اینجا اعمال کنی. نمیتونی با واژگان بازی کنی و اونها رو به نفع خودت مصادره کنی. و چنین بود و چنین شد که کتاب لغت نیز به بازجویان سپرده شد تا هر واژه را که معنایی داشت در بند کشند و واژگان بی‌آرش را به شاعران دادند و شاعران از بی‌آرش ترین الفاظ چندان گناه واژه تراشیدند که بازجویان به تنگ آمده شیوه دگر کردند و از آن پس سخن گفتن نفس جنایت شد. مینوشه ایران شیری نمیشه. مینوشه آقای جلیل رضایی. صحبتاشونو کوتاه کنید. اینقدر آدم با سلام خدمت همه دوستان. آی جلادان آهن به دست، آی یاوه گویان شب پرست، آی دژخیمان خود فروخته، نیرنگتان برای ابد سوخته. زیرا به دیرپایی قرنهای متمادی و به اندازه نزاع بر آزمان آزادی، جنبش پیدای دانشجویان قدرت کاذب نوچگان را به سخره میگیرد. دوستان قبل از من لطف کردن اومدن در مورد دو مشکلی که ما باش
مواجهیم صحبت کردن. یکی ایدئولوژی و دیگری قدرت. ایدئولوژی که فکر ما رو به بند میکشه و نمیذاره فکر کنیم و قدرت که ما رو تطمیع میکنه و منفعت برای ما ایجاد میکنه تا درست فکر نکنیم. من اما میخوام در مورد یه چیز دیگه صحبت کنم، در مورد چماق، در مورد چماقی که تو سر ما میزنن. نه ایدئولوژیه و نه منفعته. چماق‌های دانشگاه مسلمش مشخصه. شما دیدید امروز صبح اومدن دانشیان رو زدن. همین حراستی که امروز صبح اینقدر دلیرانه ریخت اینجا شروع کرد به کتککاری، از دیروز آقای محمدی رئیس حراست 50 بار به من و یا کاظم رضایی و بقیه دوستان زنگ زدن. من سوالم اینه حالا آقای محمدی کجان؟ حالا کجان که بیان پاسخگو باشن؟ چرا نگهبانانشون دست رو دانشیان بلند میکنن؟ آیا وظیفه حراست اینه که فقط جاسوسی دانشجویان رو برای وزارت اطلاعات بکنه؟ آیا وظیفه حراست اینه که دوربین بذاره صحبت شخصی من و شما رو تو پردیس گوش بده؟ آیا وظیفش اینه که تو اتاقای ما رو چک کنه و ببینه ما چی کار میکنیم؟ یا اینجا بیاد و از حرمت دانشجو دفاع کنه؟ اما چماق بعدی بعد از حراست و دوستانی که اینجا هستن خود وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعاتی که اگر بخواد واقعا امنیت ملی رو برقرار کنه باید لیست بزرگی و بلندی از مسئولین این مملکت رو دستگیر کنه و به محاکمه بفرسته و نه آزادی خواهان دانشجو. این وزارت اطلاعات هم یکی از چماق‌های. چماق دیگه این شورای عالی انقلاب به اصطلاح فرهنگیه. شورایی که مشخصاً بسیاری از اساتید دانشگاه رو، اساتید مستقل رو اتفاقاً دقیقاً با تهمت اینکه شما وابسته به غرب و شرقی اخراج کردن و اساتید کاملاً وابسته به خودشون رو آوردن تو. دانشجویان منتقل رو اخراج کردن. دوستان اشاره کردن به تفصیل، من دیگه اشاره نمی‌کنم. اما فقط میخوام در مورد این ترکیب این شورای عالی ضد فرهنگی براتون صحبت کنم. شورایی که خیلی هاشون اصلا دانشگاه نرفتن، سواد حوزوی دارن و میان برای دانشگاه تصمیم میگیرن. من نمیدونم کسی که حتی یک واحد دانشگاهی پاس نکرده چجوری میخونه همزاد پنداری کنه با دانشجو و استاد و بیاد برای استاد و دانشجو تصمیم بگیره. و اعضایی هم که اونجا به مثلا درس خوندن، دکترا گرفتن، یکیشون رحیم‌پور ازغدیر که در سخنرانیش با کوچکترین اعتراض دانشجویان عصبانی شد و الان چند تا از دانشجویان اونجا رو مجموعاً به 8 ترم تعلیق محکوم کردن. این آقایی که درس خونده و قراره بیاد تو دانشگاه استقلال و آزادی رو پابرجا کنه. چماق بعدی که بر سر ما هست مدیران انتصابی احمدی نژاده. چماق بعدی صادقیه. چماق بعدی کارپروره. کارپروری که وقتی بهش میگیم چرا مسموم شدن میگه دانشجو خودشون انگل داره. همه دانشجو شاهد بودن تو صف. صادقی که وقتی میگیم چرا با استعفای آقای کارپرور موافقت نمی‌کنی میگه من نیت تو رو خبر دارم، نیت خوانی میکنه به جای اینکه وظیفه‌ش انجام بده. عمری خطاب کردند ناخورده مافان، آن آهنین دل آمد در هم شکست ما را. دزدانه تا کی و چند این پرده را برانداز، بگذار تا ببینند ساغر به دست ما را. بی حد زدند ما را، از حد گذشته بودیم، شادیم از آن که دیدند هوشیار و مست ما را.